پدر جانم دعایم ده شب و روز. غریبم آه به این شهر جگرسوز. نباشیم در نماز یک جایه با هم، کجا سوز و کجا راز و کجا سوز. مرا نزد پدر بر ای خداوند، که باشم میوه آن مهر پیوند. عجب رنج کشید از ما به دنیا، خورم خون غریبی جان در بند. مرا تو در بدر بار ندیده، زیبالین پدر دور ندیده. زمانت کرد مرا عمر مهاجر، زدی خنجر ولی بار ندیده. مرا در زندگانی بندگی نیست، از این کار فلک شرمندگی نیست. کشادم چشم دور از پدر جان، در این شهر یک نشاط زندگی نیست. پدر گیرد زی خورده دست فرزند، کلان گشته پسر در ننگ خربند. دعاگو بود پدر هر صبح و هر شام، شده اکنون کلان رفته جگر بند. اگر داری پدر پندم تو گوش دار، سخنهای مرا در گوش هوش دار. مباش از مردم نامرد به هر در، تو فرزند حقیقی پشت پوش باش. ایا چرخ فلک دوران مزن باز، بگیریم نزد خالق تو با راز. مبر مهر پدر از یاد فرزند، تو خود بیچاره بیچارگی ساز. منم امروز دهشت از کار ندارم، با این کاروان راه بار ندارم. دعایم گو پدر جان از دل و جان، در این شهر غریب حال ندارم. یک سوال بتونتون اگر شاید دردآورتون باشه، چگونه است وقتی که در یک جگه طول 3 سال است فقط می نشینید و چشم برای در است و راه گشتن نمیتواند، چگونه درد است؟ های درد سوزش آور روخی دیگه چی در میشه؟ جگه اگه باشه اگم کس نبروید حجت خونه رفته نتونی، همین روزه ایده مردانت بی نیست. میدونم هیچ خونه حالت است، میدونم خدا خدا شکر چو کنیم دیگه، شکر میکنم. اگه تکیه به خدای طلو داریم دیگه چو کنیم. درسته خدا میگه ما ایده جانمون میگرسن، ما عذابا نمیدیدیم. من میدونم که میدونم اگر شما زن میشن برای شفتیم پیشه که سوالم سخت نرسه، به خاطری که اگر زن میشید میگفتم که زن در خانه است و مرد کار میکنه. وقتی که مرد خود را در این حال میبیند که همسرش کار میکند و فرزندش اگه چیزی که میخواهد برای او تامین کردن نمیتواند، این دشوار است. میفهمم کنش علم آوره خیلی مرد خانه دخواه همین پونکو کاک هم خدا. من چند کس دیدم همونجا نمراشون و دمایی که همین اپیرات سکدن هم برمده خسته کار کیسن، کاری وزمی نمیکنن و کاروی تری چی را میکنی اکا میجنبی زیادتا هفشی زندگیت میشه اخی. فرزند شما برای است که به شما سوال داده باشد که پدر جان شما کی راه میگردید برای من انا همون چیزی که من میخواهم بگید. میای نمیشه میگه که بخی بریم من نتونم رفته و چون که گولا و دخترشم خیلی میگه بخی دادم میگه بریم کشولا که میکنم گریه میکنه میگه دیگر رو گردش خطون رفت مغازین رفت بازار چه رفت یا پوپشی خریدنی میشه نمیدونی چو کنی خودت بیو بریم. میگم قطعی و چت بریم میگه خودت بیو بریم. نون با علامت نمیکنه دیگه علامت میکنه. او چرپنوی داولین دوره ای بو همسرتون؟ این گو همی از وجلود که دوره هم چرپنوی دوره گو همی تا شمیره این را درفت 3 شمیره همی غلطه چند بارم تاری تلفونم کن که خودم جوگه که زنت هم تاری غلطی ده راه ده علی کده و اون را خیمی عدو برادروی شنوخ بده بود تاکسی قپیدین گرفتین آوردینش چند برش 5-6 برش.
یاردم هست از نزدیکان خود؟ چون شما که 3 سال گذشت که در جوگایت و دیگر روزایی که با دوست بود خش تبار هست، چگونه است رفت آمده؟ کمی خش تبار یاردم میکنه یکم تاشم خروکا قطعا با درد همو زنده ایم. سلام به همه شما دوستان مخلصان و آن دوستان و برادرانی که همیشه برنامه‌های خیرخواهانه فرهناز لایف را تماشا میکنند و پیوسته دستی کمک دراز میکنند. امروز با خواست خداوند و با آن همون خواست دوستان برادران خیرخواه ما سفر کردیم به شهر باختر و امروز آمدیم به خاندانی که مرد این خاندان که همگی 53 سال دارد و با مشکلات زندگی همگی یک فرزند دارد و با این همین مشکلات زندگی 3 سال است که از پای راهن محروم است و به هر بیمارخانه که مراجعت میکند برایش جراحی وزمین را گفتند که باید جراحی کرده شود و همون یک طرف پای او پوسیده رفته ایستاده است و آهن ماندند و ما خواهیم پرتر دربارش معلومات میتیم و همون آهنی که در پایش هست بهر شما نشان میدهیم و همین مرد که در پهلویم میبینید که از پای روان محروم است و همگی این آیلهش است و همگی یک فرزند دارد. به خاطر فرزند آیندهش که کار نمیکند و همسرش باشد با همون کار دهقانی که مرد باید آن را اجرا کند ولی با زن بودنش به خاطر آینده فرزندش کار میکند و خود و مردش را میخوراند. بیایید این قصه را از همین عائله که امروز به ما و شما احتیاج دارد از دهن خودشان بشنویم و هر آنچه که درد که در زندگی دارند برای ما و شما نقل کرده باشند. السلام علیکم. و علیکم السلام. اکاجان ما از شهر دوشنبه به خاطر شما، به خاطر همین فرزند شما، به خاطر سلامتی شما سفر کردیم آمدیم به خاندان شما که چگونه حالت است همه را قصه کرده باشد بهر مردم. این 3 سال شد که همین در میکرد هوا همتری میشید در میکرد و با سر میدن 3 سال شد جوگا کیم اینجا رفتم 35,000 گفتم اونجا رفتم 35,000 چند نمود لیچه نگرفتم 750 سوم 800 سوم تا 1000 و چند سوم لیچه نگرفتم 20 روز ای خونه نجم 3 سال کدم نشد اخیر ای پوینه موندم من کجای میرم اپراسا همینطوری که همون 35,000 28,000 سوم های زورمون نرسید من بعد وزارت تندرستی در اومدیم همینطوری مراجعت کردیم همونجا 5,000 یاردممون کردن اگه اینا با لیچینم نزنشت کردن برای وضعیتمون بیزی بدن ای 3 ماه تا 6 ماه را لیچین را گرفتیم اینا کاغذمون تیار همین اپراسیا مونده تا 15,000 دا پولمون کمی کیسه اینا میموندیم اکامورا خدای تعالی که آدمای خیر کننده را خودش این ساخته در براتونم. من اکاجان از همه مهم برایم چی درد آورد افت شما در خاندانی که هستید که یک فرزند دارید عائله دارید خود کار نمیکنید زندگی که شما 3 سال گذشت که در روی جوگا هستید راه نمیگردید کار نمیکنید خراجات زندگی شما خراجات فرزند شما عائله شما از کجاست؟ آخینم عائله پس زونو میروای نمی کلوب نیگ میشنه اونجا چوبق میکنن میرن کارش همونجا دا هم یکم آدم خونه هاشون دا میرن کار میکنن 20 سم 30 سم 3 روزه 4 روزه هم یکونجا کار میرون همینطوری هم قشلاقا دا پختوی آدم را یاردم میکنن دهقانی هاشون دا یاردم میکنن همون 20 سم 30 سم همون یک روز پسای 2 روز پسای کار میکنن میام زندگی ما رفته است اینا کمت انشالله میگوید که کدام پاچه شما است و همین طول 3 سال باز است چگونه دردی اون چگونه است این همین که نه شب خواب داری نه روز میسوزه همون وارد اونجا عصب همین داولی نیده اونجا زدگه همین جیدوش دیگه همینجا با روسی را ایندپراتیس میگن همون را که همون شریکه همین گردنه که شکستگی هم کدام وقتی همین ترشی نشیده بده است همون وقت همین که اصلاح تیچنی 3 سال همین هوی خورده است پوسیده بر رفته این حکوزی پوسیدگی همون را باید شریک هم کنده گرفته آهن هم تیار شنبه ده اومدگی 4 کورپسی قرابالو ده همونجا پلاتنی چی بوده جوی هم تری همین ایندپراتیس اپراسیا
کمبود کار گفتم که همین 15,000 مون هم کمبودی که است 5,000 دیگه کارشم خیلی وزارت تندرستی یاردم مون کرد خیلی شده که یاردم کنش این ممکن یکم 8 ماهی 9 ماهی پول یاردم مون کرد است و همین دیگهش موند امیتا دیگه این همین خب همگیش برای شما 15,000 سومان از در کار است که ما شما رو به شهر دوشنبه به بیمارخانه برای جراحی برای اپراسیون انشالله که برادران خیرخواه ما در طول 1 هفته این مبلغ شما رو جمع میکنن انشالله اولا خداوند و شما رو میبریم به بیمارخانه خدا انشالله. خب من از همسر شما میخوام یک چند سوال ها را پرسان شوم چون حالا سوال نداده اپام نزدیکتر میشنه اپا جان پیش بشیم شما هست باشم اگر برای ما کافر ندادن اینا رنگینم خب دوستان عزیز انا نه این جدو شدگی نه دسته اینا نه جدو شدگی انا شیطانه شریک شیکه میگن گردنک همین جدو شدگی های همین را علیش میکنم اینجا رو باید بکنم بگیرم استخوانه جوشته آهان مونده با گفت دختر نه رنگین کن چند نمود رنگین کدم اینجا با اینا توبه گفتگن با اینا رنگین صفراوی کردیم ایشان 10,018 دکه بودیم تا خولی را اینا اینجا جدا این شکستگی چند بلوچه نگرفتیم نشود اینا با کاغذایی که امی ای دختر امی اخیرون ای قربولا چهارم کورپس گرفتگی انالیزم و امی کاغذایی که چی باید امی را چکنیم این همیو همش اینا که بنازنچین همیو کاغی اومدیم اینا تیاری را دیدیم تیار شدیم اکموز بود این پرابلما فینانسوی затруднений گفتی روسو این همی قدم موندگی این دا پراتست نامش که میافرسته وقتی از من دیدم شما یک پاچه شما علاقه کالتا شدگی ای چی 7 سانتی متر همونجا خورده است همین سقون که شکست است همین خورده ایش بهش نمیرسد همین خورده است همینجا کالتا شده رفتگی همین شیکا همین شیکا میگن همینجا اوجا هم سقون رون کالتا شدگی اوجا زونو ایشایش نه زونو ایشایش اوجا فرق میکنه این نه روش شدگی اوجا خوش ایست вообще ایست نمیره همین ایست نمیره نه زونو را دی اوجا اینا خودش اینا قپیدگی زونو ایست ابسولوت نمیره خیلی پاگوده که هوا آور باشد вообще نه خواب نه چی نه پرخشنگو ایشانگو کبوت شده رفتگی دیگه اوجا پوسیده است حرکتتون چه خیلی است حرکت هیچ حرکت نه حرکت همین دست قطی میوردوریش دست قطی همین حس میکنن که این پاچتون هست نه اوخی اوجا دیگه تمام اوجا هیچ حس نیست این حسابی زنده نیست یک پاچه دیگه تون حرکت این پون سوزه این پون سوزه اوجا همیان ورم کرده همینجاش نگروز که یک پودا نمیروه انا همون کارش هم دو اونجا ورم کرد اوجا ایشان اوجا در میکنه دیگه با یک پوک چنکه چی میکنه همین اگون خروکه که یردم میکنه که مقصد هم گشنگی در نم روکه که اوه اینا در پیشمون شوی اپامای حلیم مرود نه یردم میکنه اپام سو گوگا خیلی یردم یام و یه سال یردم میکنن 2 سال یردم میکنن و یام زندگی دارن فرزند دارن نواسه دارن فقط از شما خواهش دارم که هیچگاه گریه نکنید هیچگاه عشق نریزنید من میدونم که این درد شما علم خوب مستی این حیرانی آخه نمیدونی نه جنبیده میتونی نه یه حاجت خونه رفته میتونی دخترت میگه که بیا بریم یه جا که بخیزی میگه میخیزی خوب بیاشیتی نه ما نارود نفرون بدیم وقتش ما هم کارش یردم کردیم حکومت میرفتیم ایدوشون یردم میکنیم حکومت خیلی اکک همین حکومت دستمهری مون کرد که اینا 5,000 وزارت تندرستی یردم مون کرد مینداریم و اینا وزارت تندرستی اینا خیلی چوکنیم دیگه آخی میفهمم تنها من سخنان دراز نمیکنم زیرا که شما را قدر به عالم آوردم و میخوام که همو پای شما را مپرتر برای مردم نشان بدم راضی باشن اگر محل شکر نشان بدم خب